کوهستان مسچاه یگانه ناحیه‌ای میباشد که مهمانخانه ندارد. در این منطقه بیش از 24,000 اهالی در 54 دهه زندگی میکنند. از بس که مسچاه کوهی ناحیه دوردستترین ولایت سوغد محسوب میشود، وضع اینفراساختورش نیز مطابق به معیار نیست. از این رو مردم کوهستان مهمان را نه در مهمانخانه بلکه به خانه خود دعوت مینمایند. این عمل به آنها عادت شده است. از سال 2015 همین مهمان‌ها را رایگان قبول میکنیم، به خاطر اینکه از ناحیه کوهستان مسچاه گس نیستان است، برای خاطر این مهمان‌ها را قبول میکنیم. از 2015 اینجا ناحیه کوهستان مسچاه ناحیه دوردست است، مهمانخانه است. ما تصمیم گرفتیم که باید هر یک مردم ما همه خلاصکی محیط ما هر یک آدم که مهمانخانه داره، برای خاطر گسیل کردن مهمان‌ها. میرزا عمر احمدов خانه استقامتی خود را به مهمانخانه تبدیل داده است. این کار را وی 5 سال مقدم تشکیل نمود، چون که در دهه او که راگیف نام دارد بسیارتر مهمانان خارجی تشریف می‌آورند. سیاحان بیشتر با مقصد تماشای طبیعت زنده و شناسایی با زندگانی، عرف و عادت مردم کوهستان می‌آیند. الحال پاندمی کووید 19 به سیاحت خارجیان مانع شد. ناحیه کوهستان مسچاه جای انتقال سیاحی بسیار دارد. قلعه تاریخی دارد و از بالابی ناحیه کوهستان مسچاه به بالاب زرافشان به جای پیریخوی دارد. جای تاریخی بسیار دارد ناحیه کوهستان مسچاه. از فرانسه بودن، از انگلیس می آمدن، بعض اساسا از داخلی بودن. در مهمانخانه میرزا عمر تا 60 نفر مهمانان داخلی و خارجی در یک موسم استراحتی استقامت میکنند. مهمانخانه در یک وقت به 10 نفر خدمت رسانی می نماید. خورد و خوراک و استراحت در اینجا رایگان می باشد، چون که صاحب خانه و همه مردم کوهستانی مهمان دوست می باشند. امروز در ناحیه کوهستان مسچاه بسیار کارهای سازندگی و آبادکاری روی دست گرفته شدند. از جمله ساکنان ناحیه برای بنیاد و از نوسازی منزل‌های استقامتی خویش، برای از خود نمودن زمین‌های نو در ناحیه، برای باز هم 2 بنگاه طبی در ناحیه ما امسال با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان به استفاده می‌دهیم. در هر یک خانواده مردم کوهستان مسچاه به جز از حجره‌های استقامتی یک مهمانخانه علاهیده موجود می باشد. این مهمانخانه برای شخصانی از راه دور آمده و سیاحان خارجی و داخلی آماده شده است. ساختمان مهمانخانه هنگام بنیاد منزل استقامتی حتما به اینابت گرفته می شود. نو آغاز کرد یک صاحبکار محلی یک بنیاد مهمانخانه به نقشه گرفت که من باور دارم در آینده برای جلب سیاحان در ناحیه خیلی یک شرایط مساعد فراهم می‌آورد. سیاحان از ناحیه کوهستان مسچاه همه ساله دیدن می‌کردند. خیلی سیاحان، هم سیاحان داخلی هم سیاحان خارجی از منطقه‌های تاریخی فرهنگی، از منطقه‌های کوهی کوهستان مسچاه بسیار دیدن می‌کنند. ناحیه کوهستان مسچاه بسیار یک امکانیت های وسیع برای قبول سیاحان دارد و ما در آینده اطمینان داریم که بعد از همین با آخر رسیدن همین پاندمی باز شرایط نظم شد، با سیاحان از ناحیه کوهستان مسچاه دیدن میکنند. اگر در ناحیه کوهستان مسچاه 54 دهه موجود باشد، مسافه هر یک آن تا 20-50 کیلومتر دورتر از هم جایگیر شده است. از این رو هنگامی به دهه همسایه رفتن روز بگاه می شود و در مهمانخانه یکی از باشندگان دهه استراحت میکنید، زیرا شبانه به راه برآمدن خطرناک می باشد. راههای نقلیاتگردی مسچاه کوهی هموار نیست و از عقبه های بلند کوه عبارت می باشد. از این رو ساکنان مهمان نواز این منطقه دوردست حجره علاهیده را برای مهمانان تیار کردند. رئیس ناحیه میگوید صاحبکاران محلی اقدام گرفتند تا مهمانخانه های زمانوی بنیاد سازند، اما نقشه های خود را بعد انجام پاندمی کرونا ویروس عملی کردنی‌اند. گزارش مفنوشکور و نعیم جان ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.